در بلندترین و غیر قابل دسترس‌ترین نقاط کوههای البرز، جایی که حتی ستارگان نیز از تابش بر آن ناتوانند، قلعه‌ای قد علم کرده که به دژ سایه‌ها معروف است. در اینجا تاریخ با خون و وحشت نوشته شده است. نام این قلعه قلعه علموت است و نام مردی که در آن حکمرانی می‌کرد حسن صباح. حسن صباح مردی بود که امپراتوری‌های قدرتمند و پادشاهان بیشمار را به زانو درآورد، اما نه با قدرتی عادی، بلکه با هنر مرگ. در سایه‌ها زندگی می‌کرد و سایه‌ها را به ترسناک‌ترین ابزار خود تبدیل کرده بود. سوالی که مطرح می‌شود این است: چطور مردی که دیده نمی‌شد دنیایی از ترس و خون را خلق کرد؟ امروز ما به ترسناک‌ترین و تاریک‌ترین زوایای این ماجرا وارد خواهیم شد. پیش از اینکه به این سفر تاریک برویم، پیشنهاد می‌کنم که اگر به این داستان‌های تاریک و رمزآلود علاقه‌مند هستید، حتما کانال ما را سابسکرایب کنید. سال 1037 میلادی، قم. اینجا در میان سنت‌ها و اسرار دینی نوزادی متولد شد. کودکی که سرنوشت تاریخ را با سایه‌ای از مرگ آغشته کرد. حسن صباح. او از همان ابتدا چیزی بیشتر از یک انسان معمولی بود. درون ذهن او چیزی جریان داشت، چیزی که هیچ کس نمی‌توانست آن را درک کند. ذهنی تاریک، پر از توطئه و نفرت. حسن صباح از همان ابتدا به دنبال قدرت بود، اما نه قدرت عادی. او به دنبال قدرتی فراتبیعی بود، قدرتی که بر ارواح و ذهن‌ها حکمرانی کند. وقتی او به فرقه اسماعیلیه پیوست، دیگر هیچ چیز نمی‌توانست او را متوقف کند. او فهمیده بود که ترس کلید قدرت است و ترس می‌تواند بزرگترین امپراتوری‌ها را به زانو در بیاورد. سال 1090 میلادی، در سکوتی سرد و مرگبار، حسن صباح قلعه علموت را به دست گرفت. این قلعه بیش از یک سنگر دفاعی بود. علموت دژی بود که روح‌های زیادی را بلعیده بود و هر که قدم در آنجا گذاشت بازگشتی نداشت. اما عجیب‌ترین بخش ماجرا این بود که حسن صباح بدون آنکه حتی یک قطره خون بریزد، قلعه را تسخیر کرد. با کلماتی مسحور کننده، روح کسانی که در آنجا بودند را به بند کشید و آنها را مجبور به تسلیم کرد. علموت به جایی تبدیل شد که تنها مرگ فرمان روایی می‌کرد. حسن صباح همانند یک سایه بر این دژ حکمرانی می‌کرد و هر که جرأت نزدیک شدن به آن را داشت، با مرگی بی صدا مواجه می‌شد. حسن صباح فهمیده بود که برای ماندگاری قدرتش باید مردانی وفادار داشته باشد، مردانی که برایش زندگی کنند و بمیرند. او گروهی از قاتلان مرگبار را تشکیل داد که به حشاشین معروف شدند. این قاتلان نه فقط جنگجویانی عادی، بلکه سربازانی بودند که از مرگ هراسی نداشتند. ذهن آنها تحت کنترل حسن صباح بود. آنها به هر فرمانی بدون سوال پاسخ می‌دادند و حتی اگر لازم بود زندگی خود را برای او فدا می‌کردند. حشاشین به تدریج به نیرویی تبدیل شدند که خواب را از چشمان دشمنان حسن صباح ربودند. هیچ کس نمی‌دانست که چه زمانی نوبت او خواهد رسید. شاید در نیمه‌های شب، در تاریکی اتاق، ناگهان سردی خنجری در گردن خود حس می‌کرد. حسن صباح ترور را به هنر مرگ تبدیل کرده بود. هر که با او مخالفت می‌کرد خیلی زودتر از آنچه فکر می‌کرد با مرگ روبرو می‌شد. حسن صباح به سایه‌ای تبدیل شده بود که هرگز از آن رهایی نمی‌یافتند. علموت زندانی بود برای کسانی که در آن زندگی می‌کردند. حسن صباح در این قلعه مانند یک شبح بیجان بر همه چیز نظارت می‌کرد. او هرگز از این دژ خارج نشد، چرا که می‌دانست قدرتش از همین دیوارهای سرد و سنگی بیرون می‌آمد. زندگی در قلعه همراه با مرگی همیشگی بود. هر کس که پا به قلعه می‌گذاشت می‌دانست که تنها یک سرنوشت در انتظار اوست، مرگی آرام و بی صدا. حسن صباح از خیانت هراسی نداشت، چرا که هر خائن قبل از آن که فرصتی برای اقدام داشته باشد از میان برداشته می‌شد. او زندگی خود را در این سایه‌ها گذراند، بدون آنکه نیاز به حضور در جهان بیرونی داشته باشد. هر تصمیم او مانند خنجر مرگی خاموش بر جهان تأثیر می‌گذاشت. سال 1124 حسن صباح پس از سالها زندگی در تاریکی در قلعه خود درگذشت. اما مرگ او تنها نقطه پایان یک دوره نبود، بلکه آغاز تاریکی‌های عمیق‌تری بود. حتی پس از مرگ، افسانه‌ها و ترس از نام او همچنان زنده ماند. او به سایه‌ای تبدیل شد که هرگز از تاریخ پاک نشد. اما آیا این پایان ماجرا بود یا تنها آغاز افسانه‌ای بی پایان؟ شاید هرگز ندانیم که حقیقت ماجرا چیست، اما آنچه که مسلم است این است که نام حسن صباح برای همیشه با وحشت، ترس و مرگ گره خورده است.